من حاضر برمیگردم. تو حالا کمی صبر کن. اینجا بیا. این تو بودی؟ ها؟ خیر جانور. این کاری که باشد؟ کجا غیب زده است؟ در یک لحظه کجا غیب زد؟ Bravo. ایسته دیگر نپرانه. آقای فرخ نفهمیدم. دو تردان را خالی کردم گویا که هیچ نزده باشم. این چی بود؟ نمیبینی مگر ماشینی زیر اهدار است. دادستان کار را جدی گرفته است. بیا رفتیم. از پاسمون نیستند؟ نه نیستند. اکنون اینها تعقیب نمی کنند. می گریزند. تو زود را ماشین را. آقای دادستان شما خوب هستید؟ و شما چیزی نشده است؟ خوبم. چیزی نشده است. تو چه خیلی؟ شکر خوبم. مثل بارون برایمون تیر خالی کردند. حالا هم دست و پایم میلرزد. با کمک خداوند نقششان برباد رفت. الو نجیب سردار، به ما هجوم کردند. چه هجوم؟ خوب هستید؟ آقای زکی کجا هستید؟ خوبیم. از جانب گازتپه می آییم. آقای زکی حاضر من دسته را برایتون روان میکنم. 2 دقیقه پس گروه در همانجا می شود. وقتی کافتن شعبه پلیس نیست. یک لحظه. به جای بنزین فروشی درو. اطاعت سردارم. نجیب سردار، ما در نقطه فروشی سوزشواری قرار داریم. انتظار میشویم. آقای زکی 2 دقیقه پس گروه در همانجا می شود. ما هم در راه هستیم. آنجا انتظار میشویم. و آقای زکی یحیی حمله کردند. یا ممدو زود رویم. ما رو انتظارند. و گروه ها خبر ده. همه راه ها را نظارت کنند. اطاعت سردارم. آخر نجیب با کجا؟ ممدو تو با گروه ها همکاری کن. من از آقای زکی می روم. سردارم یگان نوگری شود خبر من هم میروم ممدو
این کاری مطبوعات نیست رانو. تو در اینجا برو. این آدم چه خیلی غیب زد؟ هیچ ممکن نیست. چرا به این کاری اجازت دادی؟ میدونی که یکی آدم یهودی نیست. اگر نمی اومدم تو رو میکشت. میفهمی؟ چخیل شدنش را من نفهمیدم. تنها چشمانم را گشودم پس خود را اویزان دیدم. فکر میکنی که او باور میکند که تو خودت نجات یافتی؟ باور میکند. دیگر چاره نداریم. باور میکنانیم. تو چی کار کردنی؟ برای باور کناندنش میروم. تمام سلاح و لباس ها را درون خلطه انداختم. خوب کردی. بیا زودتر اینجا رو ترک میکنیم. مسعود تو هم سلاحت را ماندی؟ مانده بکه. همش را درون خلطه پرداختم. کارد و خنجر. چرا مرا دوباره میپرسی؟ شکار کردنی تو معلوم نه. دیوان افزار. بچه ها گپ رو دراز نکنید. با پلیس و مالیس که پیش زیاد نشود. آقا سلاح ها را چیکار کنیم؟ ما حل میکنیم. ای بچه بغاج رو کشو. گوسل لبایکه شما از این طرف روید. ما برعکسی راه میرویم. نوردین تو هم کنی زودتر باشه. زود ака халтаоро чӣ кор мекунем? در راه به یگان ایستگاه و یا یگان جا میپرتاییم. شکری خداوند سلامتی. ماشین زیر پوش ما را نجات داد. آقای زکی خوب هستید؟ خوبیم. هر دویمان هم خوبیم. که این را کردید توانستید؟ یگان چیز گفته میتوانید؟ آنها لباس کارگری پوشیده بودند. نقاب داشتند و حتی کلاه هم. چیزی دیده نتوانستیم. این همه ناگهانی شد. از هیجان چیزی ندیدیم. همه راه ها تحت نظارت است. گروه ها همه رو تفتیش دارم. خواطر نشوید آنها رو میابیم. من هم با بچه ها همراه میشوم. خدا بلا را دور کند. تشکر سردار. شب بخیر آقای زکی. سردارم همه ماشین ها رو یک به یک تفتیش داریم. حالا چیزی رو پیدا نکردیم. шунавандагони гиромӣ, имшаб ба додистон зекии аёки парвандаи эгрникомро мебурд сӯи қасд анҷом доданд. оғои додистон ягон осебе надидааст. айни ҳол барои дастгир кардани ҷинояткорон тамом имконҳои дар даст буда мавриди истифода қарор дода шудааст. افسوس چه خیلی که شنیدید. گزیدیم اما پوستش قفل بوده است. به فهمیش شما خونش نبرآمد. آقای فروخ در پیش پلیس ها را میبینم. من باز به شما زنگ میزنم سردار. چی شد چی گفتی؟ در پیش پلیس ها ایستادند. از دیدن پلیس ذوقم میآید. در چشمم پلیس ها مثل انار سرخ می نمایند. راندن گیر چیزی نمی شود. اگر خواهید از این طرف بر میگردیم. چیکار بر میگردیم؟ راندن گیر گفتم. با من گوش کن. عقلت رو گم کرده ای. سلاح رو چیکار میکنی؟ بگذار رود. نقشه دیگر میکشیم. اگر حاضر نروم او را از دست میدهیم. دوباره با من باور نمیکند. من چورش رو میبینم. این را ببین. دیوانه شده ایستاده است. تیر از کمان جسته است. وقتمون نیست.
یا حاضر یا هرگز. خدایا فکر میکنم اما چیزی به سرم نمی آید. آخری چی خل می شود؟ خدایا نمی شود. تو رو میابم، تو رو البته میابم. معلوم می شود که قاتل اساسی حلیمه تو هستی. خود باوری انسان را کور میکند یگید. شب بخیر. التماس شهادت نامه رانندگیتان باغاج رو بشویید. لبای آقای مامور، چه خدمت رسانم؟ شناسنامه‌ات رو ده. بخیر است یکون حادثه شده است؟ یک سوی قصد شده است. برای همین تفتیش میکنیم. آها به مطرب توی نمیشود میگویند. در نزدیکی ها سوی قصد میشود و از آنجا محترم فروخ میگذارد. آیا این را کار تصادف گوییم یا اینکه تصادف بگوییم؟ حاضر از آقای مامور شنیدیم. دادستان خیریت زنده ماند. اگر ماشینش زیرهی نمی بود سلامت نمی ماند. عجیب سوی قصد کنندگان زیر پشت بودن ماشین را ندانستند. نامعلوم که از کجا چی نمود سلاح میبراید. بهترش گوییم که گروه سلاح به دست کور بودند. هر دویتان فرایید از ماشین. کوبت. اطاعت. و این طرف گذارید. توزاند. سلاحت را پشت دار. به تو یک مصلحت میدهم. امکان داره که مرا بکشی، وگرنه باری دیگر نمی آویزمت، بلکه زنده به زنده پوستت میکنم. گفتم که سلاحت را پرتاب. دستایت باقی دراز کن. تو کی بودنی مرا دانستن میخواهی؟ میخواستم، اکنون میدانم. از این گفته هایت پشیمان میگردی. پروا مکن که بودنم را به تو نشان میدهم. راه کرد. پای افضالت رو برار. نفهمیدم. حیران میشوم که در حیاتت چیزی رو به یک گفتن فهمیده باشه. پای افضالت رو برار. مایلش مرحمت بینید. شاید شیمم رو هم کشم میگویی. تمام شد؟ دیگر چی میخواهی؟ کجا سراسیمه ای؟
باید با سردار واخوریم. سردار اومد. یگان تغییرات جدی هست؟ نه سردارم. همه این ماشین ها رو یک به یک جسته ایستاده، اما چیزی رو تا حال به دست نآوردیم. چرا با این راه آمدی؟ دم نزن، راهی دیگری نیست. ماموران همه راه ها را بستند. مبادا ما را نگاه دارند؟ نمیفهمند. شهادت نامه قلبکی ما را نشان داده راه را دوام میده. ای وای وای، اکا جان نقمو ماهو گشتیم. برای چی؟ کی را میخوای اینجا باشد؟ انجلین جالی باشد راحت میکردم. کی بوده است؟ اکا نجیب یلمز، آدمی که تیغ زده بودم. چرا میگویی؟ این ناممکن است. به وجدانم قسم او اینجاست. احمق دیدم آن را. اکنون چیکار میکنیم؟ این از کجا پیدا شد؟ چه شد؟ چرا ایستاده؟ شتاب مکن، میرویم. همه چیز را میبینی. در اینجا چی گفت؟ اینجا کسی دیگری هم هست؟ بله بله. تو هستی؟ من هستم. باز کی؟ باز عزرائیل هست. ببخش مرا، دیگر امکان نداشتیم. محترم شما میتونید روید. ببخشید، شبتان بخیر. همه ماشین ها رو خوب از نظر گذرانید. یگان ماشین به کاپ نگذرد. یگان ماشین سبک راه، برکش، تراکتور، چی که نباشد. فهمیدید؟ اطاعت سردارم. انا آمده ایستاده است. ما میگردیم. آزادی تو هم اینجا بوده است. ناکس، چکل شد که تو زنده ماندی؟ از همه حقی بوده را تفتیش کردید؟ حالا نکردیم. من میبینم. چه شد مندو؟ سردارم، زود به اینجا آمده میتوانید. در شرسی با یک سگ ماهی افتیده است. کی بوده است؟
حاضر میآیم. شما ادامه دهید، کاری عاجلی برام. تو سردارم. نگاه کن، به دیگر طرف رفت. خیریت خواست. اکا جون، به شرافت این یک قربانی میکنم. قربانی میکنی؟ به نیت قربانی نفر را میکشم. این گپا را منو شناسته برابران. پرسیدن گرد تا سحر کابند. اکا اگر تا سحر کابند ما مردیم. چی میترسیم؟ ماشین تازه است. اکا ماشین تازه و من افلاسم. تو چه ها میگویی؟ اکا میدونی این چقدر میستد. از دستگاه رنگینی هم قیمت‌تر است. خودکاری خوب است. دلم نشد پرتایم، گفتم خاطره گیرم. کارت خوب نیست. تو چی دیوانه هستی؟ بله. انا سردار هم آه برادر اوگای، در این نصف شب خوش دیدیم. شب نم سر میشه آدمی خونین. از کجا؟ در این ساعت؟ از ماشینش چیزی برآمد؟ نه سردارم، ماشین تازه است. شنیدی؟ ماشین تازه است. زبان میمدوی ما کم کم لطف دارد. ببخش، نیتی بد نداشت. این خیلی مگوید عیب است. قلبم رو میشکنی. امشب سوی قصد به دادستان دولتی کردند. شنیدم، زیق شدم. آدم که با راهی بد رفت از او همه چیز را نگران شد. آن طرفش معلوم نیست. میبینی که زیر خاک کارها دیگر رنگ میگیرد و شکارچی ها مجبور میشوند که برایم و شکار میروند، اما خود شکار میکردند. مگر این سخن را نشنیده بودی؟ خواهش میکنم شناسنامه هایتان رو گرفته و بیرون بروید. خیر، سخن را زیاد نکنیم. با چی سبب ما را دستگیر کردیم؟ حال حاضر نه، بعد میبینیم. نجیب مرا گوش کن. ما همین ملیسه پلیسگیت را دست ده به مثل روزای پیشینم. اگر دانم که آدم میشوی جانم را هم میدیم. تو نیت آدم شوی هم نداری. خوب است که حالا همه را دوست میداری. شما هم بروید. آی جناب، با شما میگویم با این طرف گذارید. یگان بلا نکنی. این شکاری کرده. زود رو ماشین رو میرم از پسشو. اگه بزرگه ده چی خیل تیر زدمش. من هم تیر خوردم. هیچ گم نه اکا، یک مراتب است که تیر میخوریم. زودتر ران، در یگان جا از ماشین خلاص شویم. در نظر تو همه چیز خوب می نماید.
با دقت همه گروه ها برسونم. در نقطه سنجش تیرپارونی شد. از وضعیت با همه خبر دید. دوستینا بعد از تیرخوری کرده گریختند. ایزشان رو گم کردیم. زود می آییم. تو زود باش میرویم. شکر که به دادستان چیزی نشده است. نمیفهمم که این چی بلایی است. از دست این آدمان تا این وقت در بیرونند. اما آمدند. یگیت رو نیافتم. با تلفن هم جواب نمیدهد. آقای نجیب کجایند؟ رفتند. وضعیت بیزیب شده است. با دادستان سوءقصد کردند. اما شکر که چیزی نشده است. شکر. بچه های ما از پس سوءقصدچی ها تو باشی از پی یگیت پریشان شدیم. ببینید دادستان رو در تلویزیون نشون میدن. ما به وظیفه خود صادق میمانیم. این کار هر چی طلب کند آماده ایم و از راه خود بر نمیگردیم. این گروه قاتلان که مثل سرطان وطنمان را سرایت کردند نزد قانون جواب خواهند داد. همین قدر گفتم میخواستم. سلام، یگان پیشروی هست؟ سوءقصدگران گریختند. لیکن شخصیت‌هایشان معلوم شدند. تخمیناً سوءقصدگران مسعود و گلسلند. آنهایی که قصد شما داشتند؟ بله. شناسنامه‌های ساخته دارند. حاضر نمیدانیم به کدام نامناسبند، اما دستگیر میکنیم. شما خواطر نشوید. وای سرم. در کجایم من؟ این آدم کی باشد؟ بسیار آرزو داشتم که باری در خانه از جایگاه خود خیزم. از جایگاه راحتی خود. ما همه چیز را دیده ایم. با قماندان کوهی کسی سر به سر شده نمیتواند. گپ نزن و قوتت را نشان ده. بیا رویم نان تفدانی خوریم. آها، از خوابت خستی؟ من در کجایم؟ این آدم میخواهد چهره اساسی تو را داند. او از حادثه‌های گذشته یاد کرد. این آدم است که یعنی به کسی مانند نیست.
گویا آن قهرمان است که سالهای پیش در کوهستان کارنمایی کرده بود. چند روز پیش من هم در کوچه های استانبول قهرمان بودم. اکنون ممکن است که چون خائن نام برارم. تو اول فکر کن. در اکادمی پلیس درس خوانده ای. ما تشنه و گرسنه عملیات میگذراندیم. اگر در کوه صحرا نام او را میشنیدند بدن تروریستان کرخ میشد. با آن جایی که وارد میگردیدیم درنده ها میگریختند. عجیب، این واقعه ها کی شده بودند؟ 5 سال پیش روز خائن ما را به مجادله شدید کشید. اگر راهبر نمی بود ممکن میمردیم. برای همین تو چگونه از چنین وطن دوست دار و چنین شیردل شبهه میکنی؟ درباره من هر چی که دانستن خواهی از بربراس میتوانی بپرسی. درا سردارم اترینا خانم آمده است. بگذار درآید. مرحمت. خوش آمدی ملیکه. عملیات یگید در چه حالت است؟ کاری غیر چشم‌نوش تروی داد. نجیب از پرونده یگید باخبر شده است. این چیز رو با او گفته است. حاضر یگید از گوکمن شبه دارد. حالا همه خلگوی راستگم من با کوتاه نظری یگید حیرانم. در دستم به مثل او و مثل تو 10 نفر باشد این کشور را مثل باغچه پس خانه میگردانم. اما چیکار کنم؟ با یک سنگ چشم گرسنه چیکار کرده می شود؟ اگر لحظه غافل بمانی از عاقبت میزنم. وضعیت چگونه است؟ گوکمن نقشه دارد اما عملی میگردد یا نمیبینیم. از جنگاورون پیشینه معیوبی را برده است. یگید با معیوبانی جنگ و شیطها دلش میسوزد. معیوب هم از ماست مگر؟ نه از دیگر جو است. آدمی که دست و پا ندارد برای نفع ما نیست. آن ساده گمان میکند که سایه مثل زمانهای پیش است. حتی شیطان در کار ما حیران میماند. میگوید که چرا من مثل اینها شده نمیتوانم؟ ببین این مرد برای وطن پایش رو داده است. حاضر هم دعوتش کنی به این حالش تازان می آید. خاموش باش. از دیدنش دلم خون شد. حالا چیزی نشنیده ای؟ اردن شرف گرفت برای خدمت‌هایش ولی ناچیزی دادند. و چی کار می آید؟ چی گرفته می شود؟ کار پرسد کسی رویش را نگاه نمی کند. شکر خدا که همسایه ها و خیش و اقربا کمکش می کنند. وگرنه اینجا از گرسنگی می میرد. می خواهند باز خانه اش رو گیرند. کی می خواهد گیرد؟ یک تاجری که به گروه تروریستان کمک می کند. زمین و خانه اینجا را خریده است. اما از من نمی گیرد. من خانه ندارم که به آن به حیا فروشم. اگر از گرسنگی مورم هم جسدم رو نزد سگان پرتایند هم من خانه نمی فروشم. و یادم چی کاره است؟ تجارت مالهای انشاءاتی در اصل یک حرام کار است. مواد مخدر و اصلی هم می فروشد. من گفتم که کسی خانه اش رو نفروشد. لیکن پول را که دیدن فکر نکرده فروختند. تنها خانه تو مانده است. اگر مجبوری پیش کند در روزنامه و تلویزیون آوازه می شود. آن را هم سنجیدند. آدم هایش هر روز می آیند. تهدید هم کردند. مشت و لگد را هم به کار می برند. لیکن من جانم را در این دعوا دریغ نمی دارم. خانم را نمی فروشم. اگر پا می داشتم بسته این عرابه نمی شدم. بلا زند. تو را
چون وطن دوست یافتم تویی که به اینها پروبال شوی. میخواهم با به پایها اساس شوی. لیکن مرا با قاتلان زنت همراه دانستی. مرا خواهین دانستی. بیا با من. اگر من قاتل زنت باشم پس حق من مردن است. پرم بسرم. ایست کارت را آسان‌تر کنم. تو را از آنجا کی خلاص کرد؟ من سالها تربیت گرفتم. فکر کردی که یکم بار از پای آویزان شدم. همه شکنجه را دیدم. من فرزندی دردم. پدرت سبزوات فروش است. همین طور. سردارم آقای فروخ آمده است. کمی صبر کند. صحبت تلفنی دارم. خواب شده است سردارم. با من اجازه دهید. من میروم. مرحمت اجازت است. سرکمیسری تو بر وقت به نفقه برآمده است. کار ندارم. اگر یکان روز از پیشم برآید نقشه ای تو بر هم خوردنش ممکن. اگر چنین شود پس جسدی تو رو از یگان بخچه مییابند. از نااهده برای تو من گزارش میدهم. برای چی؟ در سوی قصد دادستان همه کار رو برباد دادی. گزارش نویس حالا از مادرش تولد نشده است. اینش کاری من. گزارش کاری آسان است. اگر خواهیم از سربزیر هم میگیریم. برای تو برای نشان زنی سال 68 چی فرق دارد؟ هران آخر چیست داده ای؟ با من راستش را بگو. تو با کی همکاری میکنی؟ چرا تا حال این سوال را به من میدهی یگید؟ آخر گفتم برای این وطن خدمت میکنم. برای این وطن. کی هستی تو؟ با من بگو. تو کی هستی؟ عاشقی دیوانوار این خاکی وطن هستم. چرا به نزد من آمدی؟ زیرا تو هم مثل من هستی. به این آب و خاک و پرچم صادقم. تو هم از سیر و گشت خائنان در این زمین ناراحت میگردی. باز بگویمت تو آمدی که برای یک پارچه زمین جانت را دی. شپاتی که برای دیگران زده می شود برای خودت میدانی. حیف شد. بربراز شیربچه زور کاری خطا کرد. دادا جان باز همان آدمان آمدند. اویاکا چند بار با تو گفتم اینجا رو خالی کن. کاری دیگر ندارم هر روز با نزدی تو بیایم. دف شوید از اینجا. دف شوید. اکا داد مزن عاقبت بد می شود. با خوبی از اینجا دف شو. اینجا رو خالی میکنی. شما همسرم را سر دهد. همسرم را سر دهد میگویم. همسرم را سر دهد. سر دهد میگویم. بچه لعنتی
تو چه کار میکنی بی حیا؟ گم شود از اینجا نباشد همه‌تون رو یکایک بپرانم. زودتر دفع شود بیناموس ها، زودتر گم شود. دفع شود از اینجا. حالا ایستید. دفعه دیگر با گرفتن جانتون میآیم. دخترکم خاموش باش. خوب هستی؟ ضرری نرسید؟ نه خوب هستی؟ ما خوبیم. میدونستم که من رو ترک نمیکنی. тамошобинони муҳтарам, дишаб ба додистоне ки парвандаи эргенкомро мебарад суиқасд карда буданд. сардори идораамон оғои ҳалдун дар меҳмонӣ мо нишастанд. оғои ҳалдун, суиқасди гузашта ҳамаи моро ғамгин сохт. аммо ҳақиқати ҳол ҳамин аст ки ин даъвогарон ба мақсадашон нарасиданд. лекин хатар вуҷуд дорад. давои онҳо нигоҳи сиёсӣ дорад, халқро тақсим мекунад ва эҳтимол аст ки аз чаҳоршӯбаи назорат дур мешаванд. барои мисол дирӯз ба шабакаамон занг зада буданд ва моро рӯи рост таҳдид карданд. тамошобинони муҳтарам, ҳозир ба шумо сабти суҳбатро тақдим мекунем. суҳбати телефонии онҳо. то он вақте ки ватандӯстон дар маъбасанд, додситон рӯзи хушро намебинад. ба одамони зархариди хориҷа таслим намешавем. додситон дастатро аз фарзандони ин миллат каш. ту аз номи ягон гурӯҳе занг мезанӣ. چی خیر گروه آشنا؟ ما فرزندان و دوستداران این وطنیم. با یگان گروه پروکاره نداریم. دادستان دانسته ماند. از همین جا ایستاده با یک تیر نستش میکنم. این چی گپ خودش سردارم؟ روزنامه‌نگاری که از وطنداری حرف میزند کاری بدی نیست که نکرده باشد. استادی دانشگاه که وطن پرستی جار میزند با جای علم فکری تبادلات رو میکند. تاجر هم از وطن حرف میزند اما انتقالی غیر قانونی میکند. این وطن دوستداری اینقدر متاعی ارزان شده است سردارم. این رو ببینید، فرزندان وطن میگویند و با پروکوروری دولتی تهدید میکنند. این چی کار است؟ ممدو، مسئله وطن دوستداری از موی سر باریک از شمشیر تیز است. پس من کیم؟ من هم وطنم رو دوست میدارم. او هم میگوید که دوست میدارم، دیگرش هم میگوید دوست میدارد. دوستداری تنها یک چنل دارد، آن هم با وطن چی کردن است. از این پهلو اگر نگاه کنی کی در کجا بودنش معلوم میگردد. مردم کی را باور کند؟ میبینم آدمان والا مقام، صاحب آبرو و اعتبار، وطن دوستدارم میگویند. بگه بس باور میکنی؟ شاید اصول دوستداری او همین است. نمیفهمم. این طایفه آدمان رو فهمیده نمیشود. رای آسانش است. وقتی که وطن را دوست میدارم میگوید، میبینی که به حقوق چه احترامی دارد، به وطن چه همتی دارد. گوسفند سیاه و سفید در ترازوی اعمال فرق کرده می شود. در آنجا بیگناه بیگناه است و گناهکار گناهکار. معلومات زنگ‌های تلفنی آقای نوری را آوردم. مرحمت. تشکر. این چیست آقای زکی؟ همان ادوکات با آقای نوری 2 دقیقه گپ زده برآمده بود و نفری کاری فیفی را حل کرد. کنی بینیم همان ساعت به کی زنگ زده است. جمهور الهان. روزنامه‌نگار ملتقی کهنه؟ زود تعقیب را سر کنید. من از محکمه اجازت میگیرم. کمی کار دارم. با اونجا بروم. ممدو، جمهور الهان از بینای روزنامه‌نگاران برآمد. تعقیب سر شد. احتمال است که هفته آینده بیاید. جاید را گرفتی؟ سردارم، آنها واردی بینا شده ایستادند. خوش آمده سیونج خانم. شما هم آقای مهدی. خوش باشید آقای جنید. جمهور حالا ناومده است. نه هنوز ناآمده است. زنگ زدم در راه است. تا آمدن او سر نکنیم. به او بودن مجلس معنی ندارد. همین که آمد با آشخانه میگذاریم. آقای فیراد می آید؟ می آید.
با او صحبتی مخصوص میکنم. برای همین او را دعوت کردم. اویکه و کجا؟ در اینجا فیرت نام آدمی بوده است. از چی بود که؟ به او یک کاری ناچیزی داد. با راحت رفتن گیر. اینجا در آمدن ممکن نیست. نگاه کن، از بینیت خون می آید. نه. گفتم که از بینیت خون می آید. آن آدم در داخل است؟ بله، در همین جاست. راه گرد. بیا. مرحمت. برا گفتم. برا. چی گپ شد پهلوان؟ و این چی قهر و غضب؟ تو کی هستی؟ گوش کن. کم و کوتاه گپ میزنم. دانستم آن که خانه آن معیوب رو نمیگیری. کدام معیوب؟ معیوبی که خانه‌اش رو از دستش گرفتن میخواهی. همان مسئله. چقدر مبلغ میخواهی؟ بگو بیا در همینجا مصلحت کنیم. و من پول شما بر این طایفه ها که با تروریستان سر و کار دارد لازم نیست. گوش کن پهلوان، من یک تاجر با ناموس هستم. از حد گذراندی. گپ نزن. قسم میخورم که اگر با آن معیوب ضرری رسانی تو را زنده نخواهم ماند. فهمیدی؟ اما خجالت رسیده است مگر؟ برای گرفتن فرمان مرگت آمده ای. برو از اینجا. سرده. من خودم میروم. اگر یک بار دیگر اینجا آیم دانستم که برای گرفتن جانت میآیم. سردهت گیر دستتان را. سرده گفتم. برای دیر کردنم عذر میپرسم. روزهای آخر کارم بسیار شده است. دوستان عزیزی ما را در پیش چشمانمان یک به یک به حبس گرفته ایستادند. همان وقت میگویم حبسهای کشور به مثل ما بازیچه دموکرات شده است. امروز عقب نشینی دارند. باز من حق برآمدم. چقدر که خواهند ما را تبادلاتگر گویند، ما تبادلاتگر نیستیم. ما زمان را عوض میکنیم. دو نمود تبادلاتگر است. یکی برای پیشروی، دیگری برای عقب روی. تبادلات پیشروی را آدمان ما با نقشه های 40 ساله براه میمانند. نو بسته از این دیگران این را استفاده کرده ما را میفروشند. چقدر که خواهند فروشند. من اسناد بستن دهان آنها را دارم. زمان پیش تلفن نکرده تا آدمان والا مقام انقره می برآمدیم. حاضر همه درها برای ما بسته است. وقتی آموختن این مناسبت ها شده است و برای همین راه باید یافت. از این خاطر حرکتی تازه از شما طلب می کنم. متین، سوینج، سردار، چه خیلی که شما خواستید برای پابرجا نگاه داشتن دانشجوها در دانشگاه هر هفته معروضه ها میکنیم. با دوستان ساحه طب هم در ارتباط هستیم. من هم با جمعیت اکادمیک ها جلسه میگذرانیم و دائما با تشکیلات در ارتباطم.
لیکن چی؟ کمی احتیاج به کمک مادی داریم. ای خدا، این از کجا پیدا شد؟ چی شد مندو؟ به اینجا کبوتر اومد سردارم. سلام. نمایان مشو. همه چیز برباد میکردد. یگان علاج میکنم سردار. خوش باشید. خوش آمدید کبوتر. ما هم نو مسئله مادی رو میدیدیم. مندو زود براز آنجا. دستگیر نشده برا. برای رسانیدن خواهشی نو انگشته با آقای فیرت آمدم. چی بوده است؟ کمی کبوتک میخواهد. حدودی 2 میلیون کبوتک؟ شنیدید؟ 2 میلیون دلار. پیش خدمت اینجا بیا. پیش خدمت. تو کار هستی مگر حاضر به تو نشان میدهم. آبای من به خدمت تیارم. با من شرابی سفید بیار. خوب شده است. او اینقدر مبلغ میداده باشد. مجبور است که دهد. در دست من ثبت آوازی گرانتری هست. سناتایی که با گروه های تروریستی ارتباط دارند. که ندارد. خیریت خلاص شدم. نگاه کن که چی گردش‌های هست. درباره نوهنگوش صحبت دارند. همه را گوش کردند. ببخشید کمی دیر کردم. بیا فیرت بیا. حالا دیر نکردید آقای فیرت. ما هم نو بحث را سر کرده ایم. این آدم با گروه های تروریستی علاقه داشته است. باز فیرت؟ آره سردارم. او انتقال دهنده مواد مخدر است. آقای فیرت دو انگشتر شما خواهشی دارد. چی خواهش دارد؟ 2 میلیون دلار میخواهد از کبوتک ها. 2 میلیون؟ برای چی؟ برای دعوا. همه ما چقدر سخاوتمند بودن شما رو میدونیم. اینقدر پولی کلام ندارم. گوش کن احمق. ببخش سیونج خانم. با گروه های تروریستی پول میدهی. نوبت ما که شد نداری. فراموش نکن که سودای مواد مخدر را در سایه ما میکنی. فیرت جان اگر این را شنوان نابود میشوی کاری سرمایه گذاری زمینه نیم کار میماند. برای 2 میلیون دلار به خود رنج میخری. با عوض ثبت آواز 2 میلیون دلار. قبول. لیکن از شما یک چیز طلب میکنم. در آنجا خانه معیوبی است. باز به سرمان بلا نآورد. این کار را من حل میکنم. این طور که باشد من هم مبلغ را تیار میکنم. ببین خیلی زیباست. با آدمانی با فرهنگ کار را حل کردیم برای شان تو. اینها دنبال کار کلانند. بعدی کار همین است که این درخت کلانتر می شود. نوده و برگ و میوه می دهد. ما هم راست ریشه‌کن میکنیم امدو. نه نوده میماند و نه شاخ. خیر چیکار میکنیم اکنون سردارم؟ اول روی انتقال مبلغ را میبینیم. در افتکارشون هم پول را و هم ثبت را میگیریم. فهمو سردارم. پس از پای فیرت و جنید میشویم. مایلش. خوش اومدید. خوش اومدید. خوش اومدید. خوش اومدید سیویچ خانم. مسئله کمبودی مبلغ رو هم حل کردیم. خوب شد. نو انگشته یک چند نقشه های عملی دارد. نقشه که مردم رو به کویچه میبرارد. خواطر مباش کبوتر. وقتی که در دست من خزینه باشد با تو چی مبلغ که خواهی میدیم. این جلسه رو هم ثبت کردی؟ البته. تو بیمار هستی. گریه نکن. بماندید. چرا گریه میکنی؟ با تو چی شد؟ جانکی من، یک توی من. گریه نکن. حاضر پدرش می آید. گریه نکن جانی من. چه خبر ملیکه؟ کجا بودید پدرش؟ شما را یاد کرده است. بیا با من شیر بچه جان. چه حال داری بچه جان؟ روزی دراز در کجا بودی یگید؟ والله این طرف آن طرف. تشویشم زیاد. نادرست نفهم. مثل شیرش چسبیدن نمیخواهم، اما در هر جا که نباشی غمی فاتحه را نخور. خواطر نشو. او به مادری را حس نمی کند. تشکر. سپاس گذارم.
من فاتح رو مثل فرزندی خود دوست می‌دارم. یگان کار داری؟ نه، یگان کار ندارم. خب نباشد فاتح رو به نعمت میگذاریم، با تو به یک جا رفته میاییم. مایلش. برای یافتن تو باید استانبول رو با یک پا قدم زد. حتی با تلفن هم جواب نمیدی. از همه کار حسابادی هم سر دارم. فراموش نکرد که من استعفا دادم. خوب از پلیسی استعفا دادی، اما از دوستی هم استعفا میدی. گوش کن برادر، خمیر ما یک جای خیلیده شده است. در همبستگی همان حصه کلان تقدیر است. ما برادران قیامتیم. در راه ما مردن است و از دوستی برگشتن نیست. سردارم با اجازت شما کار تجاری دارم. در این کشور ایزی اسب و سگ آمیخته شد. یک بار دیگر از تو میپرسم، از نفری که با او بخوری. از وطن و ملت حرف میزنند، اما همه حرفهایشان دروغ است. دیگرش را خودت میفهمی. سردارم باز همان مسئله تیری نقرگین؟ نه، در مسئله همام یک دو نفر دیگر هم برآمده است. میدانید هر وقتی که خواهید میتوانید مرا دستگیر کنید. به شما مقابلت نمی کنم. شب بخیر سردارم. اگر کمی دلیل می داشتم تو را بر وقت به درون می بردم. با همه را تحت حمایه می گشتی. فراموش مکن خطویت را دانم. آن را روپوش کردنی نیستم. روپوش کردنی نیستم. این را بدان. شب بخیر. شب بخیر ملکه. شب بخیر اکای نجیب. شودا خان، شبی دراز از پیش در این فیرتی لعنتی دور نشوید. سحر زنگ درش رو زیر میکنید. این رو بینید در خونه هم کار. آخر چی کار کنیم؟ کاری ما همین خیل است که نمیدونیم. با این نگاه کنید، تو خیلی هوا بلند شده ای ممدوک. الپرین، تو تلویزیونمون کنی بینیم که هلدونی رزیل چی میگوید. مایلش اکای ممدو. انا این سندهایی که پلیس در دست دارد و موافق آن کار میکند. دو سه نفر یک جا نشسته مسئله های وطنداری رو میگویند و بعد از پی تبدلات میشوند. کجا شد آزادی افکار؟ کجا شد آزادی بیان افکار؟ عیب است، عیب. اوهو، اینها باز آتشبازی را سر کردند. اصلا چگونه به دست آنها رسیده باشد؟ به همه شام بخیر. شام بخیر سردارم. دادا تلویزیون رو نگاه کنید. بینید هلدون نقشه شما رو مسخره میکند. به نقشه های من؟ این چه شده است؟ از کجا یافته باشند؟ سردارم، فکر میکنم که مثل خیری در بینمون موش بچه هست. ما کجا اومدیم؟ اینجا خانه یک قهرمان. بیا تو را با یک انسان نجیب شناس کنم. خوش آمدید. خوش دیدین. چی خبر آمده یک؟ مرحمت. شام بخیر. خوش آمدید. اکایگی بیایید. نیحال با دسترخوان دو طبق دیگر ما. بگیر جانکم، این هدیه برای تو. زحمت کشیدید. مرحمت به سر دسترخوان. مرحمت شینید. بیاشین ملکه. حالا در کرسی نشسته خوردن رو عادت نکردم. به این هم روزی دراز در عرابچه میشینم. ببخشید.
اگر خواهید بالای میز گذارم. نه که لازم نیست. نه اینجا خوب است. او در امریکا تحصیل کرده است. برایش این طور نشستن ناقلای است. ولی البته عادت میکنه. خیلی زیبا بوده است. تشکر اکایگی. نه به من نه، به اپای ملکه تشکر گوی. تشکر اپای ملکه. تلویزیون نگر ببین که چیست. با این دلیل های بیمانی وطنداران با آبرو را به حبس میگیرند. از شما میپرسم که اینجا کشوری صاحب استقلال و حقوقی است یا یگان جای دیگر؟ ای شرف ها، از کجا یافتن این نقشه ها رو؟ بعد از منبرها داد و فریاد میکنند. در همه جا آدم دارم. نفری نیست که مقابلشان براید. لبای ایلین خانم. ببین کاری تو را تمامی کشور تماشا دارد. ملکه جنگاوری من دستت درد را نبیند. حاضر نجیب خودش را خورده ایستاده. مایلش ایلین خانم، حاضر گپ زدن نمیتوانم. بدتر به شما زنگ میزنم. خوب؟ چرا نمیشود ملکم؟ هر وقتی که خواهی زنگ زن. سردارم، فراد مبلغ را میدهد اما در زمینش کار دارد. چیکار بوده است؟ در آنجا مایو به میزیسته است. نامش بربراس به فکرم. تهدیدش کردند اما نبرآمده است. سردارم، اجازه دهید این مسئله رو من حل کنم. معیوب رو میشناسم. یک دقیقه. ما چرا به فراد اینقدر امتیاز میدهیم؟ بهترش هم مبلغش و هم جانش رو میگیریم. انا این فکر عالی جناب. باز زمین رو به دست میاریم. در این روزهای وزین راه انتقال مواد مخدر را هم میگیریم. با جای حقیقت سرمایه را به دست میاریم. پس چه خیلی این کار را میکنیم؟ احتیاط کنید کار شود که از ما ندانم. سردارم علاقه من یفتم. یگید را به مقابل فراد میشورانیم. چنان میشورانیم که فراد را از دست او ارتش خلاص کرده نتواند. با اجازت شما. خب با اجازت شما به وقت شد. با کجا می روید؟ من نوچویدم کردم. نه تشکر. سحری بر وقت کار داریم. خورسندم کردید. همه وقت انتظارم. شب خیر. خیلی شاد شدم. شب خیر. شب خیر. شبتان خوش. خوش آمدید. باز بیایید. این چیست دخترم؟ این را یگید مانده است. مادرها چه قهرمانها تولد کردند. اگر همین خیل آدمها در کشور باشند پشتمان زمین را نمیبینند. به خدا راست است. او ما را دستگیری میکند. خدا از او 1000 بار راضی شود. آمین. خانه همین است. یک زن و یک دختر دارد. پگاه این آدم رو زیارت میکنیم. احتیاط کنید، به قوت است. پرو نکنه که اول زنید، پس آن در دهانش پر رونید مرده رود. پگاه؟ بله صبحدم. ببخشید مرا برادرم بربراس. این کارها همین طور.
ҳастаги пуле ки маротибаи охир бо ту вохӯрда будем оби бисёр рафтааст. سردار نفری به شرکت وارد شد. فهمو کسی فراموش نکند تا آن وقتی که با جنید زرد وا نخورد کسی دخالت نکند. ممدو تو چرا خاموش هستی؟ سردارم نیم ساعت پیش به خونه دادرش اومد. حالا در درون است. تعقیب را ادامه دهید. یک دقیقه سردارم، یک دقیقه. برآمده ایستاده است. تو هر چه زودتر به شرکت ساختمانی بیا، در آنجا وا میخوریم. تعقیب را دیگران کنند. فهمیدم سردار. مرد خوب معیوب جنگ است، کار هم نمی کند. تو سخاوتمندی، برای همین نزد تو آمد. خوب کردی آمدی برادر، برایش یک جای کار میابیم. کار میکند، کار یافتن کاری ماست. تشکر. برای خودم نمیگویم، دوستمان بسیار آدم خوب است. برای خودت هم باشد هیچ گپ نه. اینجا رو به خاک یکسان کرده بودند. فردایش آمده بودی آدم‌ها رو دستگیر کرده دادی. از برای خدا این گپ ها را دروغ است؟ با دستگیریت از ضرر کلان نجات یافتم. آن وقت سغورتا هم نداشتیم. نباشد کار حل شده است. بسیار خوب، پس من رفتم مژده دهم. مایلش تو دیدم. زن شوهر در کجاست؟ باز چی میخواهید؟ همان آدم شما رو به اینجا بسیار گپ نزن، راه فریاد کن. بربراس با بیرون برو. باز همان آدم به جانم زدند. هرچی باد و باد. چیگاه برادر؟ چند مراتبه با آن فیراد گفتیم که ما خانه فروشی نداریم. باز چرا اینجا می آید؟ ما را فیراد به اینجا روانه کرده است. نباشد کی روان کرد؟ گوکمن. گوکمن؟ بربراس احتیاط کن. با شما درون درایت گفتم در را محکم کنید. جواب ده آخر. بردار تلفنت را. به تو خبری خوشی میدهم. الو بربراس، چرا تلفن را نمیبرداری؟ که یگید
زود باش، بربراس رو میکشند. چی؟ کی؟ آنها آمدن، بربراس رو میکشند. من زود میهویم. مثل قهرمان زندگی کردی لیکن غلیده میمیری. پروا نکن، حساب من برای این دنیا نیست. اینجا میافتیم، آنجا بالا پر میدیند. نامردها مرا فریب دادند. یک طرفی است، راه ده. بربراس طاقت کن، من میهویم. الو، در خانه قهرمان با میخوریم. سلاحداران نامعلوم به آنجا هجوم کردند. مهراب جدیدترین فیلم سال عزم و تلاش. دلو نزدیکن چی؟ طغیان عشق، کاخ بربط، شکست آرزوها، آخر شکارش برار میگیرد، احساس تلخ و درد شیرین. یک هفته شد خط و خبر نیست. فاجعه روزگار 12 فوریه کاخ بربط ساعت 14. یک جویا با سیر سینمای نو. бо донистани калима ва воҷаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. воҷаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо. барномаи электронии воҷанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин воҷанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии воҷаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадои дили шумо. филми сироҷиддини ғафурӣ. شان باید پیدا شود. من همین کس را میشناسی؟ فهمیدی دنگی و تو یک سپارش قطعی گپ سری سیمیلی است. ما در 100 روزه قسم میده. کسی که زن هفته آینده توی نه دوستانی نامی زبون مسکوا دوشنبه پنجشنبه اکشن فیلمی سکوت تولد سینمای نو. روزهای نزدیک. علی را دوست می‌دارد. جوابم را داد. در فروش. استودیوی سوربن. بس سکوت نسخه اصل تنها از جانب استودیوی سوربن. بربراس طاقت کن دختر فریاد کرده. نه اکنون دیر شد، لازم نیست. مانه براحت بمیرم. مرا بیمارخانه به بیمارخانه نگردانید. این به تو ماند. دخترم و زنم اول به خدا و بعد به تو و اکای گکمین امانت. در حق من دعا کنید. بربراس
چی واقع شد؟ فرات ایست با کجا؟ به حساب برابر کنی و سربری برای گرفتن قصاص کسی منم کرده نمیتواند. سردارم چی خیلی که امر کرده بوده 2 میلیون دلار. جیگرم میسوزد، لیکن چی کار کنم با خاطری که یک پوستین را میسوزانند. الو زرد، مبلغ تیار، تو رو انتظارم. انتظار شوند، در راه هم می آیم. پلیس ها چرا تعقیب میکنند؟ این پلیس ها از کجا فهمیده باشند که از پایم شدند؟ خیر، این کار را بد میکنیم. سمتش رو دیگر کرد. با فکرم ما رو شناخت. سردارم با فکرم تعقیب کردنم ما رو فهمید. یک بار با دیگر طرف رفت. چرا نقشه‌اش رو دیگر کرد؟ یا اینکه شما رو دیده باشد که تعقیب کردنتون رو فهمید؟ نمیدونم، با دیگر راه رفت. خیلی نزدیک تعقیب کردید. ای خدا، چی شده است؟ با فکرم جنید زرد تعقیب کردنتون رو فهمیده است. وقتی اومدم با سمت دیگر رفته است. برادر با کجا؟ باز تو آمدی؟ جانم شد، پروا مکن، این کارا خودم حل میکنم. چی گپ؟ این صدای چیست؟ سردارم، از درون صدای تیر می آید. چی حادثه رخ داد؟ زود میرویم، زود.
پلیس همه آرام باشد. خالی کنید اینجا را. زودتر یاری تجلی را جغ زنید. امنیت را تامین کنید و زخمی ها یاری دهید. اطاعت زردار. بالا بر اومد. کی؟ همان آدمی سلاح دار. بچه ها با بالا میبرویم. فقط احتیاط کنید. چیکار کردم؟ من چیکار کردم؟ من کار نکردم. من به تو چی گفته بودم؟ نگفتم که به اون مرد نرس. قسم میخورم کار نکردم. در سومکه 2 میلیون دلار است. گیر. از آن معیوب چی میخواستی؟ وی برای این وطن حیاتش را بخشیده است. احمق، من نگفته بودم که بر سرت تیر خالی میکنم، جانت رو میسیتانم. التماس من هر چی که گفتم آن را میکنم. سخنی من چون تیر یک بار میبراید. بچه های مادر اینجا. اکنون کار بد شد. حامیان فیلم در مرکز پرودوسری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان و محرر غیور اشوری رستگان، مهندس ثبت آواز و تنظیم لطیف زوربیک، ترجمان الهام ظهوریان، راهبر گروه ایجادی فرهاد سفر، پرودوسر کامل جان سفر. به نقش‌ها آواز دادن فیروز اومد، عاطف قادر، ناظم ملیک، ملاحت بانو، نسای محمد جان، سلطان مراد بابا مراد، شهرت رحمت الله، دولت عبیدالله، نظیرمل موسی و دلربا بانو، صلاح الدین شکر، زهرا بانو، فرقت، میر نسا، خوشنود و دیگران.